بررسی فوری خبرها و بحث‌های روز، بحث و تحلیل حساس‌ترین موضوعات با اشتراک کارشناسان داخلی و بین المللی، نگاه عمیق با عدد و رقم و آمار و حقیقت‌گویی زیر دوربین، نقد و نظر با منتقدان و تحلیل و بررسی با مسئولان، روبرو با خبرسازان و چهره‌های تصمیم گیرنده. خبرنگاران ما با جسارتند و دید نواربرداران ما وسیع. ما حقیقت را با دلیل و آشکار بیان میکنیم، زیرا آزادی بیان با دلیل توأم است. جهان در جهان نما، روزهای شنبه با حافظ محمدعلی. مناسبت‌های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و ترکیه در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در اولویت قرار دارد و سال تا سال مناسبت‌های دیپلماتی میان این دو کشور در همه سمت و ساحه‌ها رو به رشد است. در برنامه نوبتی مهمان ما هستند دیرکتور اگنتی ترکیه اوید به همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگسازی در تاجیکستان محترم ابراهیم اتهم اونال. حضور شما را در برنامه جهان در جهان نما خیر مقدم میگیم. تقریبا یک سال شود که به تاجیکستان آمدم. اینجا کار میکنم و زندگی میکنم. بسیار پرسندم که برای وجود با شما در تاجیکستان. شما چگونه زبان تاجیکی رو در یک مدت کوتاه خیلی خوب از خود کردید؟ در میان زبان تاجیکی و زبان ترکی کلمه های مشترک بسیار دارند. برای این یاد گرفتن زبان تاجیکی را برای شما آسان بود؟ آسان است برای من. میخواستم دایر به هدف اساسی فعالیت اگنتی ترکیه اوید به همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگسازی در تاجیکستان معلومات میدادید. تیکا 1992 yılında kurulmuş. Агентии Туркия اوید به همکاری و هماهنگسازی تیکا سال 1992 همچون یک ساختار جمهوری ترکیه اوید به همکاری‌های رشد تأسیس یافته از سال 1992 تا به امروز با 63 دفتر نمایندگی خود در 60 کشور دنیا فعالیت کرده ایستاده است. نمایندگی ما در جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را سال 1995 آغاز نموده در بسیار ساحه‌ها برای رشد مناسبت‌های دو کشور صدها لایحه را عملی کرده، ده‌ها طرح نو را نیز ادامه داده ایستاده است. دوامی بیش از یک سال حضور خود در تاجیکستان شما بیشتر روی کدام لایحه ها تمرکز کردید؟ Biz tabii projelerimizi uygularken هنگام تطبیق لایحه‌های خود ما درخواست‌ها و نیازهای مقامات رسمی جمهوری تاجیکستان را به نظر می‌گیریم. در این زمینه سال 2024 برای ما سال لایحه‌های ساحه تندرستی گردید. در دوام این سال ما طرح‌های زیادی را در ساحه تندرستی عملی نمودیم، از جمله تعمیر و موثرسازی مرکزهای طبی، دستگیری انفراستراکچوری و تامین تجهیزات طبی، آموزش‌های ساحه تندرستی و مبادله تجربه ترکیه در این ساحه عملی کرده شده. علاوه بر این در ساحه‌های کشاورزی، آموزش کسبی، ورزش و رسانه‌ها نیز لایحه‌های گوناگون را به راه ماندیم. تا امروز شما به کدام موضع‌های تاجیکستان سفر کردید و اقتدارهای سیاسی تاجیکستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اندیشه شما رو میخواستم دایر به اقتدارهای سیاسی تاجیکستان بفهمم. شخصا من سیاحت کردن، گشت و گذار نمودن و مخصوصا طبیعت زیبا را بسیار دوست می‌دارم. بنابراین در دوام یک سال بود و باشم در تاجیکستان
کوشش کردم که هرچی بیشتر جایها رو تماشا کنم. البته اگر شهرها رو نمبر کنیم، پیش از همه شهر خوجند، شهر کولاب، باختر، پنجکین و حتی شهر خاروغ رو دیدم، نصیبم شد. اینچنین امکان تماشای اسکندرکول و چیلدختران که در تاجیکستان با زیبایی طبیعی خود مشهور است به من دست داد. تاجیکستان با زیبایی‌های طبیعی و طبیعت خود کشوری دارای اقتدار بزرگی سیاحی میباشد. متاسفانه حالا این اقتدار به درجه ضروری استفاده نمی شود. مثلا در ترکیه نیز کوههای زیاد موجودند، اما من گفتم میتوانم که کوهها رو در تاجیکستان شناختم. یعنی اکثر منطقه های کشور از کوه ها عبارتند، ولی این کوه ها یک خصوصیت به خود خاص دارند که به انسان دوست داشتن کوه را میآموزانند. این را با اطمینان گفته میتوانم. از این رو گرچه که تاجیکستان در ساحه سیاحی اقتدار بزرگ دارد، به آن نیاز است که بیشتر معرفی شود. کشور باید به جهانیان بیشتر شناخته شود. ما نیز همچون تیکه برای آن که تاجیکستان در ساحه سیاحی و به ارزش حقیقی خود برسد، با شریکان مختلف لایحه‌های گوناگون را عملی کردنی هستیم. در رابطه با سوال شما درباره گیدرا انرژتیکا باید گفت که با نظر داشتی آن که 93% حدود تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، کشور دارای اقتدار بزرگ گیدرا انرژتیکی میباشد. بزرگترین دلیل این ادامه ساختمان نیروگاه برقی روغن میباشد. ما با قناعتمندی میبینیم که تاجیکستان با استفاده ثمرناک اقتدار پرقوت گیدرا انرژتیکی خود به آینده سرمایه گذاری میکند. علاوه بر این، ساحه انرژتیکا را نباید تنها از دیدگاه گیدرا انرژتیکا بررسی کرد. اگر آن را در دایره انرژی برقرار شونده و انرژی سبز دیده برایم، تاجیکستان در ساحه انرژی آفتابی نیز اقتداری نهایت جدی دارد، زیرا از فصل بهار تا فصل زمستان کشور دوره طولانی آفتابی و منطقه‌های با شدت آفتاب گیرنده دارد. از این رو در مجموع تاجیکستان در ساحه انرژی سبز اقتدار زیاد دارد. ما نیز همچون اگنتی ترکیه اوید به همکاری‌های بین‌المللی برای تأسیس اکوسیستم در ساحه انرژی آفتابی، لایحه‌های گوناگون را در بیمارخانه‌ها، مکتب‌ها و خواجگی‌های کشاورزی، لایحه‌های طبیعت دوست که انرژی خود را استحصال می‌کنند عملی می‌کنیم. Katkı olursa biz memnuniyetle bundan tabii ki mutluluk duyarız. تشکر زیاد. مشترکات تاجیکستان و ترکیه سرچشمه میگیرد از مولانا جلال‌الدین بلخی. میخواستم درباره این مشترکات دانسته باشم. Evet, Mevlana yani normalde tüm مولانا جلال‌الدین رومی یا بلخی شاعر و متفکر بزرگی می باشد که توجه تمام انسانیت را به خود جلب نموده به تمام بشریت تاثیر رسانیده است. از این رو این شخصیت همچون ارزش مشترک بین تاجیکستان و ترکیه می باشد که کشورهای ما را با هم نزدیکتر می کند. آنکه مولانا در تاجیکستان تولد شده، در این سرزمین زندگی کرده و سپس در ترکیه از دنیا درگذشته است، برای هر دو کشور اهمیت بزرگ دارد. ما همچون اگنتی ترکیه اوید به همکاری‌های بین‌المللی برای دستگیری این موضوع قریب هر سال در همکاری با مؤسسه‌های مهم تاجیکستان یک سیمپوزیوم مشترک مولانا بین تاجیکستان و ترکیه برگزار می‌کنیم. من شخصا نیز با توجه مولانا را پیگیری می‌کنم. یکی از سخنان مشهور او این است: همدلی از همزبانی بهتر است. از این رو از فلسفه و اندیشه‌های او الهام گرفتم. همبستگی خود را باز هم عمیق‌تر احساس می‌کنیم. felsefesinden, onun düşüncesinden yola çıkarak birlikteliğimizi daha derinden hissediyoruz. در سال 2025 اگنتی ترکیه اوید به همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگسازی تیکا در تاجیکستان تطبیق کدام لایحه‌ها را روی دست دارد؟ یعنی که نقشه‌های شما در سال 2025 چگونه است؟ Bizden talep ettikleri konulara göre projelerimiz şekilleniyor fakat لایحه‌های ما با درخواست‌های مقامات رسمی تاجیکستان طرح‌ریزی می‌شود. برای سال 2025 اولویت ما به خصوص مبادله تجربه ترکیه در ساحه آموزش کسبی میباشد. مثلا ترکیه در ساحه زرگری تجربه جدی دارد. ما می‌خواهیم که برای کمک به آموزش کسبی زرگری در تاجیکستان یک صنفخانه آموزشی تأسیس دهیم. علاوه بر این، لایحه‌های ما در ساحه تندرستی ادامه خواهند یافت. ما اینچنین لایحه‌های گوناگون در ساحه کشاورزی و امنیت آذوقه‌واری پیش بینی می‌کنیم. اینچنین در دایره تشویق جوانان به ورزش ما نقشه داریم که به لایحه‌های ورزشی بیشتر توجه کنیم. وقتی ما می‌بینیم که جوانان توسط ورزش به جهان راه می‌یابند و نسل‌های نو توسط ورزش رشد می‌کنند، ما نیز می‌خواهیم لایحه‌های گوناگون ورزشی را عملی کنیم. spor alanında birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. اگنتی ترکیه اوید به همکاری‌های بین‌المللی و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز
که از شرکت‌های معروف ترکیه است، باز برای جلب بیشتری سیاحان ترکیه به تاجیکستان چه اقدام‌ها رو عملی ساختنی هستید؟ Biz tabii ki yani dediğiniz gibi Türk Hava Yolları bir dünya markası. البته چنان که شما گفتید شرکت هوایی ترکیه یک برند جهانی میباشد. این شرکت در تاجیکستان نیز خیلی معروف و استفاده شونده بوده. شرکت هواپیمایی مشهور است. ما همچون اگنتی ترکیه اوید به همکاری های بین المللی در همکاری با شرکت هوایی ترکیه با مقصد مساعدت به تبلیغ تاجیکستان در ترکیه نمایندگان وسایل اخبار عمومی و متخصصان شبکه‌های اجتماعی را از ترکیه به تاجیکستان دعوت می‌نماییم. تاجیکستان از جانب بسیاری آدمان در ترکیه به طور کافی شناخته نشده است. از این رو ما برای معرفی تاجیکستان کوشش میکنیم که روزنامه‌نگاران، عکس برداران و متخصصان شبکه‌های اجتماعی را از ترکیه به اینجا آورده جایهای فرهنگی و تاریخی تاجیکستان را معرفی نماییم. مثلا چنانه که شما گفتید مکان تولد مولانا در قلمرو تاجیکستان قرار دارد. از این رو ما شهروندان ترکیه را برای دیدن مکان تولد و زیست مولانا به تاجیکستان دعوت می‌نماییم. ما کوشش می‌کنیم که ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی مهم را معرفی نماییم. Tarihi yerlerini, kültürel değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. شما مردم تاجیکستان، مردم مهمان‌نواز تاجیکستان رو عموما تاجیکستانی بیشتوسو از جهت امن در جهان امن‌ترین کشور محسوب می‌شود. چگونه دریافتید؟ Tacikistan misafirperverliğiyle gerçekten meşhur bir ülkedir. تاجیکستان با مهمان‌نوازی خود واقعاً کشوری مشهور است. من این را پس از اومدن به تاجیکستان به واسطه تجربه کردم. من میتوانم با اطمینان بگویم که از روز اول اومدنم به تاجیکستان هیچگاه خود را بیگانه احساس نکردم. من هیچگاه خود را مثل یک سیاح حس نکردم. عادت‌ها و رسم و آیین، طرز حیات، مهمان‌نوازی مردم تاجیک با مهمان‌نوازی مردم ترک، طرز حیات، فرهنگ، عادت‌ها و رسم و آیین خیلی مانند است. از این رو من همیشه و همه جا میگویم و حتی با زبان تاجیکی میگویم من در تاجیکستان هیچگاه مثل مهمان حس نکردم. از این رو تاجیکستان واقعا کشوری است که با مهمان نوازی خود سزاوار قدر است. من از اون که این رو در اینجا تجربه کردم خیلی خرسند و قناعتمندم. Burada bunu tecrübe ettiğim için çok mutluyum, çok memnunum. Umutuyorum ki dosti Tacikistan ve Türkiye payende başet, dosti Tacikistan ve Türkiye bapeş. بار دیگر حضور شما رو در برنامه پیام آوردم که جهان سپاس برای اشتراکتون. Ben hem teşekkür میکنم. سلامت باشید.